مالدینی میگه مارادونا و رونالدو سخت‌ترین مهاجمایی بودن که روبروشون قرار گرفته. مورینیو اونو بهتر از مسی و CR7 میدونه. بوفون میگفت قطعا تو آزمایشگاه ساخته شده. بقیه هم از یه موجود مریخی حرف میزنن. کسی که رسیدن توپش نصف راه رسیدن به گل بود و بقیه‌شو خودش به خوبی انجام میداد. مریخی تو 20 سالگی بهترین بازیکن جهان شد و توپ طلا رو با اختلاف یه رای به سانر باخت. سال بعد با فاصله توپ طلا رو گرفت و جوان‌ترین کسی که این جایزه رو برده. او به تنهایی تعیین می‌کرد چه تیمی برنده بازی بشه. جام جهانی 98 برزیل جامو به خاطر ماجرای تشنج رونالدو قبل از فینال از دست داد. 4 سال بعد خودش همه چیزو جبران کرد و با آقای گلی برزیل رو به قهرمانی جهان رسوند. رونالدو تو 3 تیم مختلف بهترین بازیکن جهان شده. موراتی برای داشتنش رکورد گران قیمت‌ترین انتقال تاریخو شکونده و هم با رئال و هم با بارسا آقای گلی لالیگا رو به دست آورده. به جز مصدومیت هیچ چیزی نمیتونست این پدیده تکرار نشدنی رو متوقف کنه.